امروز میخوایم 2 تا افسانه ترکی خیلی جالب در مورد آخرای زمستون رو با هم بشنویم. خب بیایم ببینیم فرهنگ‌ها همیشه برای تغییرات بزرگ طبیعت داستان‌های خودشون رو داشتن. این قضیه تو فرهنگ عامه ترک‌ها خیلی پررنگه، مخصوصا تو دوره‌ای که بهش میگن آخر چیله. ولی حتی وقتی کیچیک چیله تموم میشه، داستان تموم نشده. هوا هنوز خیلی دمدمی مزاجه. جالبه که تو فرهنگ عامه همین دوره غیرقابل پیشبینی رو به بخش‌های مختلف تقسیم کردن. اولین افسانه ما در مورد مقاومت در برابر آخرین زورهای زمستونه. داستان از یه شکارچی به اسم کردوغلو شروع میشه که یهو گیر خشم طبیعت میفته. نکته کلیدی ماجرا جنگ بیوقفه اون با سرماست. یه جورایی جنگ برای خود زنده موندنه. این جمله به بهترین شکل اهمیت ماجرا رو نشون میده. زنده موندن اون یعنی زندگی دوباره برمیگرده. اون بر آخرین تلاش زمستون غلبه میکنه و در واقع تبدیل به نوید بخش بهار میشه. خب حالا بریم سراغ دوره بعدی و یه داستان دیگه با یه حال و هوای کاملا متفاوت. این دقیقاً مشکل اصلی تو افسانه دوم ما است، یعنی چیله قاریننه. نگرانی این پیرزن برای خودش نیست، برای ادامه نسل حیواناشه. برای همین دست به دعا برمی‌داره و از یه نیروی الهی کمک میخواد تا طبیعت باهاش راه بیاد. و جواب دعاش یک وعده است. یه زمستون کوتاه اضافه تا زندگی جدید بتونه شروع بشه. این اتفاق باعث میشه چرخه زندگی ادامه پیدا کنه و برکت و باروری به گله برگرده. پس می‌بینیم که 2 تا نگاه کاملا متفاوت به آخر زمستون وجود داره. یکی مبارزه، اون یکی امید. این دوره‌ایه که همزمان هم خطرناکه و هم پر از امید به آینده است. پس اینا فقط داستان هواشناسی نیستن. در واقع داستان امید و مقاومت انسانن. این قصه ها به اون یادآوری میکنه که هر فرهنگی روش خاص خودش رو برای روایت گذر زمان داره. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی رو به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی سیزن سسی نیست.